یوگا سلاطین امروز آموزش نصب پک روی سمپ یا کلانیتی که دارید رو بدم. شما اول وارد برنامه ضد آرشیوی میشید که اینجا احساستون اینچ دستون یه دورش خط بکشم. وارد برنامه ضد آرشیو میشین. برنامه پک مورد نظرتون که دانلود کردین رو میارین. من حالا پک مورد نظری نرم. پکم من حالا یه پک همینجوری دارم، همینجوری هست. بازش میکنی یا استخراجش میکنی، وارد میشین. اینجا پوشه داره، اینها رو میگیرین و روی کپی میزنین. میاید اندروید دیتا، اینجا اندروید دیتا باید دسترسی داشته باشه تو پوشه سمپ لانچر. حالا اگه کلانیت داشتید میذارید تو پوشه کلاینتتون، نه پوشه مثلا سمپ لانچر. مثلا کلاینت آلفا داریم میذارید تو کلاینت آلفا. حالا ما وارد مثلا سمپ لانچر میشیم. اینجا فایلز، یه پوشه از به نام فایلز، وارد فایلز میشی و اینجا پیستش میندازینش. و من حالا یه پک روش نصب کردم، نیاز نیست نصب کنم فعلا. میام بیرون. وقتی که پک رو نصب کردین، این الان پک رو نصب کردین، وارد جی تی ساندرس میشی. جی تی ساندرس چی؟ اگه کلاینت دارین، این کلاینت دارین لازم نیست این کار رو انجام. اگه کلاینت ندارین نیازه، مثلا سمپ لانچر دارین، این کار رو انجام. میاید به بخش ستینگ، اینجا گزینه مودیفای مود آن میکنید و وارد یه سروری میشیم. مثلا من تا بیاد حالا من وارد نمیشم، یه مشکلی بهم خورد، یه مشکل داشتم. حالا چون می نویسه وایستون قطع میشه، آخه من الان بخوام برم اونجا وایسم قطع میشه. واسه شما خودتون این کار رو انجام بدین، بعد بیاین وارد سمپ بشین و خودتون میگین الان پکای سمپ از کجا بیاریم. الان بهتون میگم. میتونید به چنل تلگرام خودمون بپیوندین که آیدیش هم هست سمپ 7 پک. و اینجا اسکین پکای گتو، پکای بهتر، پک صورتی، پک گرافیکی. الان یه پک دیگه هم هست، اونم بهتون نشون بدم. اینم کلاینت هود ادیتوره. اگه میخواین کلاینت آلفا قدیم از تو چنل آلفا که دانلود میکردین حذف شد، یعنی دیگه توش نیست. کلاینت قدیمی کم گیر میاد دیگه، میتونین تو چنل ما پیدا کنین. نه کلاینت آلفا رول پلی، باگ سیب چینی، باگ کازینو و اشتراکای چنل و کلی چیز دیگه. اینم ببینیم. عاشق شاعر تو شقایق غمدم میشه عشق مرا لایق دلبری دل میبری بر ما زیبای مثل پری افسونگری جادوگری از همه زیبای عاشق شاعر. و همین دیگه. اینم بازی آقا رضا جان، آقا رضا. نسخه جدیدش که ماتریکس هم داره، صورت خیلی منطقی هم گذاشتم، واقعا خیلی منطقیه. این هم اولین ویدیو واکتوری جی تی ساندرسه، پارت 1 برید ببینید. و یه ما ربات هم سازم داریم که ما رفیقمه. اینجا میتونید ربات بسازید. و همین دیگه، تمام. 5 ثانیه مکس کن و خداحافظ.
خداحافظ.